دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان دارای 6 فاکولتت بوده از روی 29 اختصاص در ساحه‌های صاحبکاری، فعالیت تجارتی و حقوق بین الخلقی متخصصان بلند اختصاص تیار می‌نماید. بناهای تعلیمی زمانوی، اودیتوریا و لابراتوری‌های مجهز با تکنولوژی‌های اینوواسیونی، اینترنت، تالارهای برهوا، کتابخانه علمی و الکترونی، مرکزهای تستی و کامپیوتری، مرکز آموزش اروپا و زبان‌ها، پارک تکنولوژی، خوابگاه زمانوی و تالار ورزشی به خدمت دانشجویان واگذار شدند. برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های با نفوذ خارجی، کار با برنامه‌های بین الخلقی، تجربه آموزی در کارگاه و مؤسسه‌های پیشقدم شرایط مساعد فراهم آورده شده است. دانشگاه با زیاده از 60 مؤسسه‌های تعلیمی، علمی وطنی و خارجی شرطنامه همکاری داشته، اعضای دانشگاه سازمان همکاری شانگهای و لیگ دانشگاه‌های سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی میباشد. در برابر تحصیل دانشجویان از تمام مناطق کشور از دولت‌های خارجی و مانند ترکمنستان، ازبکستان و افغانستان دانشجویان نیز به تحصیل فرا گرفته شدند. تبادل دانشجویان با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشورهای خارجی منتظم به راه مانده می‌شود. اختصاص‌های حقوق شناسی، مناسبت‌های بین الخلقی، مالیه و قرض، صاحب شهادتنامه اکریدیتاسیون بین المللی بوده. دانشگاه در قطار دهگانه بهترین مؤسسه‌های عالی کسبی مملکت پذیرفته شده است. دانشجویان فعال، غالبان المپیاد و آزمون‌ها و مسابقه‌های ورزشی منتظم با استیپندیای ریاست دانشگاه و کمک‌های مالیوی قدردانی می‌شوند. بیرون از روند تعلیم دانشجویان بیشتر در مجمعی ورزشی به مشق و تمرین مشغول می‌گردند. تهیه برنامه‌های رنگین دسته‌های هنری دانشگاه و جلب دانشجو دختران به محفل‌های هنری در دانشگاه عمل کننده تربیت استتیکی دانشجویان را تقویت می‌بخشد. دانشجویان با خوابگاه دارای کتابخانه، میدانچه ورزشی، اتاق کامپیوتری پیوست با اینترنت تامین کرده می‌شوند. پس از ختم دانشگاه ختم کنندگان بالیاقت می‌توانند تحصیل خود را در ماجستراتورا و دکترانتورا ادامه دهند. در نزد دانشگاه شورای دیسرتاسیونی حمایت رساله‌های نامزدی و دکتری از روی اختصاص اقتصادیات منطقه عمل می‌کند. تربیت نسل‌های سازنده و متخصصان جوابگوی طلبات زمان مرام ماست. دانشگاه ما راهنمای درخشان به فردای نیک.